سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. سلامی گرم به یکایک شما دوستان عزیز برنامه علامت سوال. ما بالاخره برگشتیم بعد از چند هفته دوری با برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده. باز هم اومدیم و مهمون محفل گرم شما عزیزان شدیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه همچنان با ما بودید عزیزان، حتی در طول هفته هایی که برنامه به صورت پخش زنده نبود. خیلی از شما عزیزان با ما در تماس بودید، سوالاتتون، نظراتتون، پیشنهاداتتون، حتی درخواست های دعاتون رو برای ما فرستادید. خیلی قدردانی میکنیم از این وفاداری و محبت شما عزیزان و ما هم طبق قولی که به شما دادیم باز برگشتیم با سری جدید برنامه های علامت سوال و با مهمانان عزیزی که از قبل هماهنگی شده و موضوعاتی که مطمئن هستم تک تک این موضوعات برای شما عزیزان بسیار جذاب و پربرکت خواهد بود. همونطور که میدونید برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده است و در 90 دقیقه آینده با شما عزیزان خواهیم بود. برنامه رو میتونید به صورت مستقیم از شبکه سات7 پارس بر روی ماهواره یاهصد و یا از طریق اپ جیرویز تماشا کنید. اما راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره برای که بخواید برنامه ما رو دنبال کنید. از طریق اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال، اینستاگرام و فیسبوک سات7 پارس و همچنین از طریق یوتیوب سات7 پارس هم اگر سابسکرایب کنید که خیلی راحت‌تر اون یک زنگوله هست اون بالا، اگر بزنید هر زمان که برنامه علامت سوال قرار هست که پخش بشه به شما یادآوری خواهد شد و شما میتونید برنامه رو به صورت پخش مستقیم بر روی یوتیوب هم ببینید. همچنین اگر عضو کانال تلگرام علامت سوال تا به امروز نبودید حتما این کار رو بکنید و چون از این طریق هم میتونید هم برنامه ها رو به صورت ضبط شده ببینید، به صورت MP3 بشنوید و با دوستان عزیزتون هم میتونید به اشتراک بگذارید و همین که میتونید از طریق لینکی که در اونجا قرار داده میشه از طریق یوتیوب برنامه رو تماشا کنید. اما تمامی این راه ها هست برای اینکه شما عزیزان بتونید مستقیما با ما در تماس باشید. از طریق یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک میتونید برای ما پیغام هاتون رو به صورت نوشتاری بفرستید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، تجربه‌ای دارید، شهادتی دارید و یا حتی اگر درخواست دعا دارید از این طریق میتونید برای ما بفرستید. اما شماره تلفن هایی هم هست که مختص تلفن زدن هست و یا اینکه پیامک فرستادن. اگر مستقیما ترجیح میدید که تلفن بزنید، صحبت کنید، البته بعد از نیم ساعت دوم برنامه، چون در نیم ساعت اول تلفنی گرفته نمیشه برای اینکه بتونیم بیشتر به صحبت های کارشناس عزیز گوش کنیم. اما از این طریق میتونید با ما در تماس باشید و شماره تلفن رو من برای شما عزیزان میخونم اگرچه بر روی گیرنده‌تون هم خواهید داشت. 2044 207 806 98 32 شماره تلفنی هست که برای عزیزانی که ترجیح میدن تلفن بزنن و ما هم خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم و یکی از بهترین راه‌ها هست اگر سوالی دارید از این طریق مطرح کنید. اما اگر میخواید به صورت نوشتاری پیغام هاتون رو بفرستید، حالا چه برای سوالی هست یا اینکه نظری هست، شهادتی هست و یا حتی برای درخواست های دعاتون، میتونید از طریق شماره تلفن 2035 7999 37 772 از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام که امروزه خیلی از ماها از اونها داریم استفاده میکنیم با برنامه در تماس باشید. از همین الان پیغام هاتون رو بفرستید. من اینجا پیغام های شما عزیزان رو خواهم داشت و سوالات شما رو با کارشناس عزیز مطرح میکنم و در آخر برنامه هم
برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. پس تمامی راه‌ها باز هست که شما عزیزان به راحتی بتونید برنامه رو ببینید و یا اگر نظر و صحبت و سوالی دارید با ما مطرح کنید و همچنین ما خیلی برامون مهم هست که درخواست‌های دعاتون رو بفرستید و همگی متحداً برای همدیگه در دعا باشیم. یک بار دیگه بریم راه‌های ارتباطی با برنامه رو ببینیم، برمیگردیم با مهمان عزیزمون در استودیو و بحثمون رو شروع می‌کنیم. با ما باشید. بله دوستان عزیز، یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم، اما همونطور که خدمت شما گفتم مهمان بسیار عزیزی داریم امروز و اون هم هیچ کس نیست جز خواهر لویز عزیز، خواهر لویز موخوف عزیز که با ما هستن. خیلی خیلی سلام گرم دارم خدمتتون خواهر لویز جان و خوش آمد میگم بهتون و ممنون از اینکه یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید و چقدر برکت هست برای ما که اولین برنامه‌مون رو با شما شروع میکنیم، چون همیشه با دعا شما وارد میشین. البته که همه کارشناسان عزیز ما واقعا عزیز هستن و واقعا همیشه پربرکت هستن، اما شما برای ما همیشه اول برنامه دعا میکنین. این خیلی واقعا من یکی که وقتی اون دعا رو میکنید دیگه تا آخر میرم یه تک به قول معروف. ممنونم سلی جان، خدمت شما همینطور خدمت بینندگان وفادار 107 سلام عرض می کنم. واقعا امیدوارم هر جا که هستید عزیزان خوش و صحیح و سلامت باشید. اتفاقا سلی جان امروز داشتم پیش از شما در مورد همین مسئله کلمه سلامتی که از سلامتی میاد، اتفاقا صبح راجع به این داشتم فکر کردم که در واقع از کلمه عبری شالوم، اون شالوم که سلامتی خدا باشه، نه این سلامتی که به عنوان تندرستی ما میگیم. سلامتی خدا یکی از معانیش یعنی از بین برنده اختشاش. و جالبه که صبح من برای این مسئله دعا کردم که خداوند و بینندگان عزیز، بچه‌های دوستی و من حقیقتا اون شالوم تو، اون اختشاشات درون ما غالب بیاد و جایگزین با سلامتی خدا، نه سلامتی انسان. گاهی وقتا واقعا احتیاج در شرایطی که در زندگی هستیم سلامتی خدا رو سلامتی ما بشینه. دعای من امروز برای همه ما همینه که سلامتی خدا غالب بشه رو ما بشین. آمین آمین. ما هم میپذیریم، ما هم آمین میگیم به این دعای شما. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. خواهر لویز، اتفاقاً به نظرم واقعا موضوعی هم که انتخاب شد برای بحث امشب ما موضوع بسیار مهم و جالبی هست و اینکه مطمئن هستم خیلی خیلی برکت خواهیم گرفت. سوال و در واقع موضوعی که قرار امروز راجع بهش بحث بشه این هست: خداوندی که در او تغییری نیست. و سوالی که مطرح هست اینجا، آیا واقعا خداوند تغییری نمیکنه؟ آیا خدا با گذر زمان درش تغییری اتفاق نمیفته؟ خب خیلی وقتها حتی وقتی ما کتاب مقدس رو میخونیم، حتی عهد عتیق و عهد جدید رو میخونیم، بعضی وقتا بحث و صحبت از این میشه که خدای انگار دیروز یا اون زمان
فرق میکنه با خدای الان، انگار مثلا تغییری درش ایجاد شده. و خب ما میدونیم ما به عنوان انسان این خاصیت تغییر رو داریم و این چیز بدی نیست برای ما اصولا میتونه خوب باشه، چون میتونه این تغییر در جهت مثبت و خوب به کار بره. ولی این که حالا بگیم به هر حال ما میدونیم که در کلام اومده در خداوند تغییر نیست، آیا واقعا این تغییر وجود نداره در خدا و خداوند دیروز و امروز و فردا یک خدا هست؟ و اگر هست آیا خوبه که خدا اصلا درش تغییری وجود نداشته باشه، تغییری نکنه؟ اتفاقا یکی از چیزایی که باعث شد من این مطلب رو انتخاب بکنم این بود که در این کنفرانس ها یا سمینارها اغلب با این سوالات ما برخورد میکنیم که اگر واقعا خدا همون خدا هست، چرا یه سری وقایع قبلا اتفاق میافتاد الان اتفاق نمیفته؟ یا چرا تو آفریقا یه جور دیگه است، تو آمریکا یه جور دیگه است، تو مثلا کشور ما یه جور دیگه است؟ یه مقدار این مسئله که آیا خدا تغییر کرده یا همون خدا هست، چطور اون زمان اون شکلی به انبیا ظاهر میشد، الان خبری از این برنامه نیست. چون مرتب با این سوالات برخورد میکنم، حقیقتشو بخواید فکر کردم که این مسئله رو به اصطلاح امروز باش در این مورد صحبت بکنیم، برای اینکه واقعا در طول کتاب مقدس همطور که شما اشاره کردید، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، ما میبینیم خدا خودش رو به عناوین مختلف معرفی میکنه. وقتی وارد صحنه میشه اغلب تکرارن در مورد خودش یه چیزها رو، عناوینی رو عنوان میکنه که جالبه. مثلا میگه که یهوه خدای رحیم، خدای رؤوف، دیرخشم، کثیرالاحسان، که البته این کلمات به زبان فارسی امروز ما بخوایم بگیم که میگیم خدای رحمت، خدای بخشنده، خدایی که دیر عصبانی میشه، خدایی که نیکویی فراوان داره و خدایی که وفاداره. ما این ادعا رو در طول کتاب مقدس همینطور میبینیم داره تکرار میشه، مرتب داره موعظه میشه. و یه چیز قابل توجه اینه که تا قبل از اینکه موسی وارد صحنه بشه، ما میبینیم که خدا به هر کی که ظاهر شده از قبل از موسی خودشو خدای پدران، مثل میگفت خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب خودشو معرفی میکرد. حتی زمانی که تو خروج باب 3 وقتی به موسی ظاهر میشه تو اون بوته مشتعل، ما میبینیم که اونجا باز به موسی برمیگرده، میگه من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب. ما باز وقتی که میایم، وقتی که خودش اینجوری به موسی معرفی میکنه، بعد در همون کتاب خروج باب 4 آیه 22 ما میبینیم یه چیز جالب خودش رو معرفی میکنه. میبینیم میگه که خداوند خودش رو پدر قوم میخونه، خودش رو پدر میخونه، میگه قوم پسرشه و این قوم نخست زادشه، یعنی اولین بچهشه. وقتی موسی رو برای رهایی قومش به سراغ فرعون زمان میفرسته، بهش میگه پسرم رو رها کن تا منو عبادت کنه. کلمه پسر رو استفاده میگه پسرم رو رها کن تا منو عبادت کنه. ما در طول این رویارویی، خب فیلم حتما چیز 10 فرمان رو دیدید و خیلی هم تکرار شده، این فیلم سال هاست همینطور مورد به اصطلاح دیده چیز هست تو یوتیوب و نمیدونم اینترنت و اینا، خیلی مشهوره این فیلم. ما اونجا ما میبینیم که یه رویارویی هست، البته نه فقط در فیلم، در کتاب مقدس ما میبینیم بین موسی و فرعون یک رویارویی هست مرتب. این دوتا به قول ما ایرانی‌ها میگیم کل کل میکنن با هم. ما میبینیم که اونجا خدا مشتش رو برای موسی باز میکنه. ما یک خدایی رو میبینیم اینجا، اینطور میفهمیم که این خدا در واقع به ضد خدایان مصره، به ضد بت‌های مصره، به ضد اون دروغ‌هایی که مصریان و به احتمال زیاد شاید قوم باور کردن. این دروغ‌ها رو می‌بینیم که خدا به ضد خود آدمیان نیست، به ضد انسان‌ها نیست، ولی به ضد باورهای دروغشون، به ضد بت‌هاشون
به ضد اون الهه ها، به ضد خدایانشون هست. ما از کجا این رو میفهمیم؟ از جایی که اون بلاهایی که خدا روی مصریا و کنعانیان، نه فقط رو مصریا، بعدن که قوم رو بیرون میاره و روی کنعانیان چیزایی که اتفاق میفته، ما میبینیم که روی خود اسرائیلیا، روی کنعانیان، روی مصریان یه سری چیزا میاد، بلایا میاد که ما میبینیم خدایانشون رو، بت‌هاشون رو خدا مورد حمله قرار داده و این خدا حتی امروز بر اساس صحبتی که در مقدمه شما گفتید که واقعا آیا خدا همون خداست، خدا که تغییر کرده، آیا این خوبه یا خوب نیست؟ واقعا این خدا همون خداست. خدا مطابق مود زمان پیش نمیره، تکنولوژی زمان مطابق اون پیش نمیره. دل خدا همون خداست، کماکان همین خدا به ضد خدایان ما هست. ممکنه حالا بت و مجسمه الان نباشه، ولی خب چیزهای دیگه هست. ما ببینید در کتاب خروج وقتی باب 20 خدا اون 10 فرمان رو میده، تو اون 2 تا 10 فرمان، 2 تای فرمان اول ما میبینیم خدا چه خداییه. اولیش میگه که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشه. ما ببینیم این خدا خیلی خدای غیوریه. ببینیم خدا هیچ بتی رو یا هیچ خدایی رو به غیر از خودش نمیخواد در زندگی قوم باشه. دوم ما میبینیم که میگه که صورتی تراشیده، یعنی مجسمه به شکل حالا هر چیز، چه اون چه که پایین تو زمینه یا اونی که تو آسمونه یا اون که تو زیر آب، منظور از ستاره ها، خورشید یا نمیدونم ماهیان، قورباغه، حالا هر چی اسم ببرم چیزها رو، میگه از اینها هیچی نسازید، برای خودتون اینا رو نسازید، نزد اینا سجده نکنید، اینا رو پرستش نکنید و اونا رو عبادت نکنید. این خدا همون خداست. این خدا کماکان به ضد خدایان ماست، به ضد بت‌های ماست. ما میبینیم برای خروج قوم از مصر فرعون مقاومت کرد، لجبازی کرد، اما کماکان موضع خدا را اگر نگاه بکنید ما میبینیم موضع خدا یه خدای تغییر ناپذیر و یه خدای ثابت و قشنگ داره با کارگردانی بسیار ماهرانه داره جلو میاد، هی داره ذره 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 خودش رو آشکار میکنه و داره به عنوان یه خدای تغییر ناپذیر داره دیده میشه. درست. خواهر لویز یه سوال اینجا ممکنه پیش بیاد. خب باشه، ما میگیم که در واقع همچنان دل خدا یکی هست و مطمئنا همچنان از گناه بیزار هست و به هر حال همونطور که توضیحاتی که داده شد در خداوند تغییری نیست. اما چرا عملکرد خدا به نظر میاد تغییر کرده؟ همونطور که شما فرمودین در گذشته اگر قومی گناه میکردن یک جورایی به هر حال اون مجازات اتفاق میافتاد. برفرض فرعون گناه کرد و بر اساس اون تصمیمات نادرستی که گرفته شد مجازات شد. اما چرا در حال حاضر با این همه گناهی که در اطراف است، اتفاقا همین امروز من با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم، حتی در کشور خودمون یا در جاهایی که داریم میبینیم که چطور واقعا گناه به چه صورت داره عمل میکنه و واقعا صدای مظلومان در اومده، ولی شاید اگر بخوای حالا دورادور یه نگاه بندازی احساس میکنی که چرا خدا کاری نمیکنه الان، چرا عمل کردی وجود نه، چرا عکس العملی از خودش نشون نمیده. چون الان خیلی ها شاید این سوال رو میپرسن و توقع دارن که خدا الان کاری رو انجام بده، چون بعضی وقتا فکر میکنی دیگه کاری از دست انسان بر نمیاد. آیا در عمل کرده خدا ممکن است تغییری به وجود بیاد؟ نه، هنوز در عملکرد خدا تغییری نیست. خدا کماکان، من البته به این مسئله میخواستم اشاره بکنم ولی زودتر از وقت این رو میگم. ببینید وقتی که روح القدس، ما صلیب عیسی، هدف آمدن عیسی و اینکه وقتی که صلیب اتفاق افتاد گناهان بشر برداشته شد، ما الان به شکل دائمی روح القدس رو بر زمین. ببینید خدا یک نقشه کلی داره برای جهان و جهانیان و برای قوم اسرائیل، برای ما، برای کلیسای خودش، که این به شکل خیلی حالا ممکنه به نظر ما خیلی آهسته بیاد برای اینکه زمانبندی خدا رو ما نمیدونیم،
ولی داریم میبینیم که همه چیز داره به سوی آن چیزی جلو میره که در نهایت ما در کتاب مکاشفه میخونیم، در کتب انبیا میخونیم که در نهایت به کجا کشیده خواهد شد. اما یه چیز رو به شما بگم و این تقریبا 2 ماه پیش بود، بیشتر از شاید 2 ماه پیش، در حین دعا این برای من آشکار شد که واقعا مثل خدا هر بار قبل از اینکه بخواد داوری خودش رو بفرسته، اول در رحمت رو باز میکنه. شما ببینید نوح وقتی که میخواست به زمانی که کشتی رو پیام رو از خدا گرفت که باید کشتی بسازه، ما میبینیم زیر 100 سال، یه چیزی نزدیک 100 سال، نوح در حین ساختن یک سره داره از داوری خدا صحبت میکنه و داره فرصت توبه میده به مردم، داره توبه رو موعظه میکنه، میگه طوفان میاد، قبل از اینکه طوفان بیاد، قبل از اینکه در رحمت بسته بشه توبه کنید. من تو دعا چند وقت پیش همونطور که گفتم، همونطور اصلا یک صحنه مثل بطری دیدم، انگاری بطری تهش گشاد باشه، این به اصطلاح لوله بطری رو ببینید، احساس کردم انگاری همه وقایع یه جورایی داره اینطوری با هم جمع میشه به یک قسمت خط باریکی تنگه‌ای رسیده، انگاری همه چیز داره جمع و جور میشه. حالا کی من نمیدونم، ولی در حال این حس رو کردم و اینطور احساس کردم که الان دوره رحمته. ما در دوره رحمت، کما اینکه چه اون زمان سابق گناهان فراوان بود، ما سدوم و عموره رو فراموش نکنیم، دوران زمان نوح رو فراموش نکنیم. ببینید همه اینها گناه بشر کماکان. دل انسان که عوض نشده، دل همون دله که در باغ خواست جای خدا بشینه و کماکان الان میخواد تصمیم بگیره. من چند وقت پیش داشتم یک کلیپی رو نگاه میکردم در مورد این متا سرف، اون دنیای بالای اینترنت و چطور تکنولوژی الان داره روی ترانس هیومن صحبت میکنه و اصلا یک گروهی به عنوان به اصطلاح انسانهای مافوق، یه همچین چیزی. طرف رک برگشت گفت، یه خانومی بود عضو اینجا، خودش گفت من خدا. ببینید انسان همون انسانه، دل انسان عوض نشده، تکنولوژی عوض شد، دید ما مود لباسمون عوض شده، یه مقدار صحبت و چیزها یک تکنیک دیگه ای وارد شد، ولی دل همون دله. دل کماکان افسردگی میگیره از بی‌عدالتی، دل کماکان خشمگین میشه از زورگویی، دل کماکان از مردن بچه یا نمیدونم چیز همونه و این خدا همون خداست. منتها الان در این دوره ما در دوره رحمتیم. میگه تا در رحمت بازه، تا این در بازه بقاپیم بریم. چی میگه مسیح در متی چی گفت؟ که این راهی که به سوی حیاته راش تنگه، درش تنگه و پر از پیچ و خمه، سختیه توش. کما اینکه ما میبینیم الان برای ایمانشون خیلیا دارن شهید میشن، خیلیا به خاطر اسم مسیح. خودتون دیگه میدونید این 107 بارها برنامه‌های مختلف در این مورد گذاشته، در اغلب شبکه‌های خبری داریم این رو میبینیم که روز به روز مقام خدا داره هی کوچیکتر و کوچیکتر در فکر و دل انسان میشه و از اون سر اون اقلیت وفادار رو ما میبینیم که این اقلیت وفادار علیرغم همه سختی ها کماکان وفادار به خدا، به نیکویی خدا تا حد جان واسطادن. راه دور نریم کشور خودمون چه شهادت هایی در این مورد داریم. ببینید این خدا زمانی که مصر به اصطلاح قوم رو از مصر آورد بیرون، همون خداست. کماکان خدا به ضد انسان ها نیست. ما اینو اشتباه نکنیم که خدا به ضد من نوعیه، نه، به ضد اون مشغله فکری که جای خدا رو گرفته، یا تکنولوژی، یا حالا دروغ‌هایی که باور کردیم. یه چیزی رو که اسمشو بذاریم بت مدرن، حالا لزوما مجسمه نباشه، آنچه که برای من هدف شده و چیزی که جای خدا رو برای ما گرفته این هست. ببینید زمان مصریان جالبه، حتی جادوگرای مصر فهمیدن این مسئله رو که خدا به ضد خدایان سرزمینشونه. حتی به فرعون این رو گفتن تو نمیتونی با این خدا بجنگی، این خدا به ضد خدایان مصره.
چیزی که یه جادوگر اینو اعتراف کرد و چقدر این حقیقت واضح و آشکاره برای امروز. بذارید من یه چیز براتون، یک از اتفاقا جالبه این اصلا این مطلب رو نمیخواستم بگم، ولی من چند روز پیش داشتم از مزمور 7 میخوندم، خیلی جالب بود برای من. ببینید تو مزمور 7 آیه 11 چی میگه؟ میگه خدا داور عادل است و هر روزه خشمناک میشود اگر بازگشت نکنه. در مورد مرد شریر داره صحبت میکنه. شمشیر خود را تیز خواهد کرد، کمان خود را کشیده آماده کرد. ببینید خدا هر روز از اعمال ما، از بی خدایی ما، از بی وفایی ما، از حتی طغیان ما خشمگین میشه. ولی آیا این خشم رو کماکان داره جاری میکنه؟ نه، کماکان میگه اگر بازگشت نکنه. یعنی چی؟ یعنی فرصت توبه داده. ببینید وضعیت ما انسان ها رو نگاه کنید ببینید چیه. بذارید تو مزمور 94 میگم، این تو برنامه‌ام نبود ولی یهویی الان به فکرم رسید. تو مزمور 94 آیه 19 ببینید چی میگه. آیه 18 میگه در کثرت اندیشه های دل من تسلی های تو جانم را آسایش بخشید. و میگه آیا کرسی شرارت با تو رفاقت تواند نمود که فساد را به قانون احترامی. آیا این وضعیت امروز دنیا نیست؟ فساد رو به قانون اختراع کرده، هر نوع به اصطلاح ناهنجاری جنسی، هر نوع عمل خلاف عفت یا اخلاقیات یا دروغگویی، با هر چیزی یک چیز قانونی بهش میدیم صرفاً چون قانون شده پس اوکیه، درسته. ممکنه همه دنیا یه چیزی رو بگن درسته، ولی کلام خداست که استاندارد اصلی ما هست. اینه که استاندارد رو تعیین میکنه، برای اینکه این کلام خداست برای ما انسان‌هایی که خدا دست ما هر روزه داره خشناک میشه، ولی چی؟ فرصت توبه رو داره به ما میده. همینطور. ببینید بذارید خالد جان اگه اجازه بدین یه ساعت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم. عزیزان با ما همراه باشید. سلام کشیش امید به برنامه علامت سوال، خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. سلام فرزیز عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه. سلام سعدی جان، چقدر خوشحالم دوباره میبینمتون. دوستان عزیز در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه علامت سوال و موضوع بسیار مهم و واقعا مهم که داریم امشب راجع بهش صحبت میکنیم، این که در خداوند تغییری نیست. نظر شما چی است؟ آیا شما فکر میکنید که خداوند ما خداوندی هست که همون خدایی که گفته شد، خدای گذشته با خدای امروز و حال یکی هست، امروز و آینده ببخشید یکی هست، و اینکه در خداوند تغییری وجود نداره و دل خداوند همچنان مثل گذشته نسبت به گناه، نسبت به ناعدالتی، نسبت به محبت یک جور هست، یا اینکه نه، خدای ما امروزه تغییر کرده، همونطوری که خواهر لویز اشاره کردن، مثل قوانین که تغییر میکنن بر اساس دل بشریت شاید یه جورایی پیش میره و یک چیزی قانون میشه و به نظر میاد که خیلی کاملا مشکلی نداره و خب خیلی هم به دنبالش میرن. حتی
متاسفانه ایمانداران مسیحی رو هم ما میبینیم که بر اساس اون قوانین پیش میرن، چون اینطور دنیا میخواد و انقدر راحت گرفته میشه حتی خیلی وقتا گناهانی که هست در اطراف ما و به دید ساده و راحت به اونها در واقع نگاه میشه و خب چون قوانین هم هست به راحتی با دنیا پیش میرن. نظر شما عزیزان چی هست؟ خواهر لویزا عزیز، ببخشید من مجبور شدم که صحبت‌های شما رو قطع کنم، ولی خیلی داریم برکت میگیریم از صحبتاتون. خواهش میکنم ادامه بدید. مرسی سالی جان. من گاهی وقتا احتیاج دارم یه ترمز بیاد این وسط، اشکالی نداره، وقتی گاو میشم دیگه حواسم به وقت اینا نیست. بله، داشتیم صحبت میکردیم که این خدا حقیقتا به ضد باورهای ما هست، به ضد خود ما نیست. خدا کماکان خدای رحمته، خدای دیر خشم، علی‌رغم این که قبل از برنامه گفتیم که خوندیم که میگه هر روز خشمناک میشه، ولی میبینیم که فرصت توبه، فرصت بازگشت رو به انسان میده. ببینید تمام من مسئله موسی و قوم مصر و اینا رو مثال آوردم، دلیلش اینه که یک مثال آشکار و واضحیه در کتاب مقدس که میتونه این دل خدا رو برای ما آشکار بکنه نسبت به اون هدفی که از عنوان این برنامه و میخوایم توضیح بدیم این رو، اون نسبت به هدفی که داریم خوب نشون میده. یعنی خدا دونه دونه این خدایان مصر رو تحت هدف گرفت، تحت حمله گرفت، از طریق بلایای مختلف اینا رو مورد داوری قرار داد، خدایان رو به اصطلاح. ببینید داوری خدا روی خدایان مصر. مار برای مصری‌ها نشانه حکمت و زرنگی، اصلا نشانه مار روی تاج فرعون بود. شما عکسایی که از فرعون مصر می‌بینید تمام بالا یک مار هستش، مار کبرا، حالا شاید هم کبرا نباشه نمیدونم، در حال مار. این نشانه حکمت و زرنگیشون بود که میبینیم خدا اونو مورد هدف قرار میده. گرچه جادوگران مار اونا هم به اصطلاح تبدیل به مار میکنن، ولی میبینیم مار موسی اونا رو میخوره. یا رود نیل برای اینها مورد پرستش بود. این رودخونه رو مصری‌ها میپرستیدن، ما ببینیم خدا اونو تبدیل به خون کرد و رود نیل به جای اینکه رود حیات باشه تبدیل شد به رود مرگ. یا قورباغه، خود ما میبینیم میگه وزغ‌ها رو، قورباغه رو فرستاد. جالبه بدونید که قورباغه یا وزغ اصلا بت بارآوری و الهه باروری بوده برای مصر. ما میبینیم خدا اونو به عنوان بلا فرستاد که به مصری‌ها بگه اینی که به عنوان خدا دارید میپرستید، خدای اصلی شما منم. ببینید اینی که دارید میپرستید چی هست، چه بلاییه. یا این که ما میبینیم که اون الهه عشق یا الهه محبت برای مصری‌ها به شکل گاو بود. کما این که اولین کاری که قوم از مصر میان بیرون و ما میبینیم همونجا خدا این قوم رو داوری میکنه میمیرن، این بوده که همون طلا و جواهراتی که خدا از مصری‌ها گرفته بودن تبدیل میکننش به گوساله طلایی و به عنوان الهه عشق و الهه محبت شروع میکنن به پرستیدن و هزار یک گندکاری. یا میبینیم خدا روی رمه گاوهای مواشی مصر ما میبینیم پشه و مگس رو میفرسته. اینها همه تماما پیام هاییه که خدا داره از خودش پخش میکنه. مثل رادیو صدا بلنده. ما اگر بگیریم، اما اینکه خیلی از مصریان ما میبینیم که خدای اسرائیل رو باور داشتن. این فرعون بود که اصرار داشت. فرعون خودش رو برای اینکه نماینده قوات الهی بر زمین میدونست. ما میبینیم خدا ملک‌ها رو میفرسته سراغش. یا میبینیم که یکی دیگه از خدایان مصر خورشیده. جالب اینه که خدا تاریکی رو به زمین میفرسته براشون، ولی خدا قبل از اینکه اون تاریکی تو اون چیز به اصطلاح این بلا رو که میفرسته 3 روز به اینها اول مهلت میده تا در مورد وضعیت خودشون اینا فکر کنن. ما تو کتاب مقدس روز سوم همیشه مترادف با مکاشفه و مترادف با به اصطلاح درک، یه دوزاری به قول معروف بگیم بیفته. خدا به مصری‌ها فرصت مکاشفه داد. خدا به اینا فرصت داد که دوباره نگاه کنن به مسیر خودشون، دوباره به روش زندگیشون نگاه کنن. به اینا فرصت توبه داد. گفتم قبلا
حتی جادوگرای مصر اینو فهمیدن. ببینید فرعون خورشید رو میپرستید. خورشید در واقع طبق باورهای فراعنه مصر پدر روحانی و پدر الهی فرعون بود. ما در بلای نهم میبینیم که پدرش خورشید رو و در بلای دهم پسرش که در واقع بت و وارثش بود مورد هدف قرار میده. چرا؟ شما برمیگرد خیلی وقتا توی همین گرد همایی ها اغلب میشنویم که خدا چرا بچه های چیز رو مصریان رو از بین برد و در مورد خشم خدا و ظلم خدا، خشم نه بیشتر ظلم خدا به اصطلاح بی‌عدالتی خدا این مسئله رو. ببینید فراموش نکنید خدا به فرعون گفت که این قوم نخست‌زاده منه. چون نخست‌زاده خدا رو فرعون گرویی گرفته بود، گروگان گرفته بود، در نهایت ما میبینیم اینجا خدا نخست‌زاده فرعون رو مورد هدف قرار میده. یعنی قبل اینها هی فرصت میده ما میبینیم میخونیم که فرعون پشیمون میشه دوباره نظرش عوض. در نهایت ما میبینیم که خدا به دست بسیار قوی با جواهرات و با نمیدونم این چی میگن پول و اینها، رخت و لباس و اینها قوم از مصر میان بیرون. چرا؟ برای اینکه تو اون دوره‌ای که مصر فرعون به اصطلاح بیگاری میگرفت از این برده های اسرائیلی، اجرت اینها رو اونطور که باید نمیداد. ما میبینیم چی شد که میبینیم که فرعون به اصطلاح نمیذاره اینها بیان بیرون، مردم همه این چیز رو میدن، حقوق اینا رو نمیده، مردم مصر حقوق قوم اسرائیل رو در واقع تامین میکنن. پس باز تکرار میکنم خدا به ضد خدایان ما هست، نه ما. شما ببینید در نمونه یونس نگاه کنید. آیا یونس رو دیگه کتابش رو به احتمال زیاد خوندید، میدونید که چطور نخواست برای شهر نینوا، در حالی که در تمام طول کتاب یونس خدا جالبه در مورد نینوا همش میگه نینوا شهر بزرگ، نینوا شهر بزرگ. و خیلی ما مکالمه یونس با خدا رو میبینیم بعد از اینکه نینوا توبه میکنه، اون منش قلبی نبی رو میبینیم که تازه ناراحته، میگه به شدت غضبناک شد. ولی خدا چی برمیگرده به یونس میگه که تو برای این کدو، در مورد چیز کدو کرم میزنه یه شبه، خدا یک به اصطلاح نشانه‌ای به یونس میده، در حال کاری نداریم. برمیگرده بهش میگه که تو برای این کدو دلت سوخت، برای چیزی که تو یک شبه به وجود اومد، تو اصلا براش حتی زحمت هم نکشیدی، تو یه شب به وجود اومد و در یک شب هم ضایع شده، از بین رفت. تو دلت برای اون سوخت. آیا دل من برای نینوا شهر بزرگ نسوزه که درش بیش از 120,000 نفر توش هستن که دست راست و چپ خودشونو نمیتونن تشخیص بدن؟ آیا این خدا عوض شده؟ آیا این خدا در قرن 20 با خدای باستان فرق کرده؟ خدا همون خداست عزیزان. خدا همون زمانی که یونس رو از قوم گرفت بره برای امتها موعظه کنه، همون خداست. درسته اسرائیل نخست زادشه، ولی این به این معنا نیست که دنیا خدا بی تفاوت نسبت به فرزندان دیگرش. نه، خدا همون خداست، خدای تغییر ناپذیر، خدایی که دیر غضبه، کثیر الاحسانه، خدای نیکوه. این خدا هر روزه برای گم شده اشک میریزه. همین خدا وضعیت ما رو در پرستش خدایان ما میبینه و کماکان خدای دیر غضب و رحیم باقی میمونه. بسیاری از مسائل و مشکلاتی رو که انسان‌ها امروزه، من نمیگم همه، گفتم بسیاری، اغلب روابط انسان هاست، اغلب موجبات این بلاها رو خود انسان ها فراهم میکنن. من نمیگم همه، باز تکرار میکنم اغلبشون رو. ممکنه ما امروز بت و مجسمه نپرستیم، ولی خدایان ما ممکنه پول باشه، شهرت باشه، موفقیت باشه، همین سایت های مجازی باشه، لذایذ جنسی و جسمی باشه، یا شیوه های زندگی بی قید و بنده ما باشه. ما چقدر فالوور داریم، چقدر لایک خورده به عکسمون، اونم چه عکسایی که اصلا طبیعی نیست، خود ما نیستیم. باور کنید خدا به ضد
خدایان ماست، به ضد باورهای دروغ ماست، به ضد بت‌های ما هست. ببینید خدا چقدر زیبا در کتاب حزقیال 33 آیه 11 این همون خداست داره میگه به حیات خودم قسم که من از مردن مرد شریر خوش نیستم، بلکه خوش هستم که شریر از طریق خود بازگشت نموده زنده ماند. برمیگردی میگه ای خاندان اسرائیل بازگشت نمایید، از طریقهای بد خیش بازگشت نمایید. امروز خدا به همه انسان‌ها اینو میگه بازگشت کنید، از طریقهای بدتون بازگشت کنید، زیرا چرا بمید. وقتی در مورد مردن صحبت میکنه منظور مردن روحانیه. لزوما شاید طرف تا آخر عمرش هم عمر کامل خودش هم بکنه و زنده بمونه، چیز نیست اون، ولی در نهایت از نظر روحانی همین خدا در نهایت شرارت انسان به حدی رسید که پسر یگانه خودش رو به میان ما فرستاد تا ما هلاک نشیم، تا نمیریم. ما در انجیل یوحنا اینو میخونیم در مورد این خدا، میگه در او حیات بود و حیات نور انسان بود، آن نور حقیقی که هر انسان را منور میگرداند. میگه جهان او را نشناخت، اما به آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا بشن. یعنی هر که به اسم او ایمان آورد. میگه از پری او جمیع ما، و نمیگه اینجا فقط یه قوم خاص، میگه جمیع ما بهره یافتیم. این خدا به میان ما آمد، مثل ما شد، مثل ما آزمایش شد و بیگناه یافت شد. در خدا گناهی یافت نمیشه تا هر که بهش ایمان بیاره حیات جاودانی پیدا کنه. ببینید مرکز کتاب مقدس انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 چی میگه؟ میگه خدا جهان را آنقدر محبت نمود، جهان را یعنی همه بدون استثنا، که پسر یگانه، میگه آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی. این هر که، نه فقط قوم خاصی، همه ما. این خدا همون خداست، خدای زمان پیش از ابراهیمه، بعد از ابراهیمه، پیش از عیساست، بعد از عیساست. الان خدا به ضد ما نیست، بلکه دلش میخواد ما بازگشت کنیم، به سوی او بیایم تا زنده بمونیم از نظر روحانی، با آغوش پدر برگردیم تا ما رو به محبت ابدی محبت بکنه، تا حقیقتا ما آزاد از اون خدایان ساختگی خودمون باشیم و از ندانم کاریامون آزاد بشیم، تا در مسیح حقیقتا خلقت تازه‌ای بشیم. آنچه که پولس رسول میگه چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز در مسیح برای من و شما تازه شده. اگه حقیقتا این رو درک کنیم میدونیم که آغوش پدر همیشه پذیرای ما هست. میگه دیروز، امروز تا ابدالآباد خدا همان است که بود. چیزی که در مکاشفه 24 در واقع مشایخ میگه که قدوس قدوس خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید. خود مسیح میگه من هستم الف و یا، اول و آخر، آن خداوند که هست و بود و میآید، خدای قادر مطلق. آمین آمین. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویس جان، ممنون واقعا از این کلام پربرکتی که گفتید. البته که واقعا جای صحبت زیاد داره، من خیلی دلم میخواست خودم راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنیم، بحث کنیم، حتی سوالاتی باشه، اما متاسفانه فرصت نداریم. وقتی ما در نیم ساعت اول برنامه به اتمام رسید، اما دوستان عزیز هم دارن نظراتشون رو میفرستن و حتما نظرات شما از آن هم خونده میشه. همچنین اگر سوالی دارید با هم بریم یک استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و با سوالات و نظرات شما از آن باز خواهیم گشت.
بله دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه علامت سوال. نیم ساعت اول برنامه به اتمام رسید. صحبت کردیم در رابطه با این که در خداوند تغییری وجود نداره و بسیار بحث پربرکتی بود و از شما عزیزان هم دعوت میکنم همونطور که در حال حاضر در حال فرستادن پیغام ها هستید و نظرات خودتون رو دارید میگید همچنان ادامه داشته باشه، نظرات و صحبت ها و سوالاتتون رو بفرستید. اما عزیزان میخوام شما رو تشویق کنم که حتما درخواست های دعاتون رو هم بفرستید، مخصوصا اگر دوستان عزیزی که از افغانستان دارید برنامه رو میبینید یا دوستانی که واقعا همه ما قلبمون به درد اومده برای شرایطی که در افغانستان به وجود اومده. برای این عزیزان هم در دعا باشیم و واقعا همونطور که خواهر لویز عزیز گفتن دل خداوند به درد میاد. این به این معنا نیست اگر در حال حاضر شاید ما فکر میکنیم خدا کاری انجام نمیده، اما مسلماً خداوند همیشه از گناه بیزار بوده و هست، ولی خب همیشه این فرصت داده میشه برای اینکه هر کدوم از ما برگردیم و بتونیم حیات ابدی رو داشته باشیم. پس برای همدیگه در دعا باشیم که واقعا از این فرصتی که هست بتونیم استفاده کنیم و نجات جاودانه رو داشته باشیم و زندگی جاودانه رو. اما از همکنون تلفن برنامه هم باز هست دوستان، میتونید مستقیما زنگ بزنید و سوالاتتون رو هم مطرح کنید. خواهر لویز جان، ایلوش عزیز گفتن درود بر همه تقدیس شدگان به روح مقدس خدا یهوه و گفتن که نحوه رفتار خدا با ایماندار همچون رفتار والدین با فرزندان تغییر میکنه و پیشرفت میکنه. اول که خیلی ممنون، مرسی ایلوش عزیز از تماستون و درود خداوند بر شما هم. در رابطه با صحبتی که ایلوش کردن نظری دارید؟ واقعا نکته جالبی رو ایشون مطرح کردن، برای اینکه خدا خودش رو پدر خون. از همون ابتدا گفتیم خدا وقتی که موسی رو میفرسته برای فرعون بهش میگه که پسرم رو رها، خودش رو پدر خونده و دقیقاً همینطوره. اغلب ما برای اینکه تشریح بکنیم پدری خدا رو مثال میاریم، روابطی که ما با بچه‌هامون داریم، بچه‌ها با ما دارن، حقیقتاً هم همینطوره. نحوه رفتار خدا مثل پدر نسبت به فرزندانش. من تایید میکنم این مسئله رو، کما اینکه اینم بگم اضافه کنم البته آنطوری که خدا پدره، یعنی درست خودشو پدر معرفی میکنه، ولی نمیتونیم بگیم که مثل پدر زمینی، چون خیلی از پدرهای زمینی میدونیم که اون نمونه درستی رو که باید باشن برای فرزندانشون نیستن. ولی به شکل کلی این مسئله که نحوه رفتار خدا با ما مثل نحوه والدین با فرزندان، این رو بله موافق هستم برای این مسئله. بله خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. جعفر عزیز هم گفتن درود بر خواهران و برادران ایماندارم در مسیح و آمین. خیلی ممنون جعفر عزیز از اینکه بیننده برنامه هستید و برکت خدا با شما باشه. افسانه عزیز هم گفتن که در حال حاضر خداوند در مسیح فیض فرستاده که مردم دنیا نجات پیدا کنن. خدا همون خداست، در عهد قدیم رحمت بود، در عهد جدید فیض هست. خدا در مسیح به مردم دنیا فیض میده، فرصت توبه در عیسی مسیح داده میشه. بله کاملا درست افسانه جان. فیض در واقع همون رحمت اگر حساب بکنیم، البته منظور این نیست، منظور اینه که آنچه را که حق ما بود از ما گرفت و اونی رو که حق ما نبود به ما داد. حق ما مرگ، این رو از ما گرفت و اون چی رو که حق ما نبود، حیات جاودان، این رو. فیض در واقع اون رحمت الهی که در مسیح خدا به اصطلاح به انسان‌ها نشون داده و انسان‌ها رو قادر میکنه، یعنی قدرتی میده، قادر میکنه بتونن درست خداگونه زندگی کنن. کاملا درسته. ما حقیقتاً من همونطور که اشاره کردم که صلیب عیسی مسیح، قیامت او و سکونت روح القدس این در رحمت رو کماکان فعلا برای ما باز گذاشته
تا حقیقتا در رحمت بازه ما توبه کنیم به سوی این پدر بازگشت کنیم. آمین. الکس عزیزم گفتن که هر چیزی که مطابق خواست بشر هست نبایستی مورد پرستش قرار بگیره، فقط خداوند و قانونهای او بایستی اجرا شود تا خداوند پرستش شود. بله، در مورد پرستش ما گفتیم چیه، این خدا چه خداییه، خدای غیوره، نمیخواد هیچی جاشو بگیره. ولی ببینید خدا یعنی مخالف روش‌های انسانی نیست. ما انسانیم، رو زمینیم، طبق یه سری قوانینی داریم زندگی میکنیم. لزوما همه قوانین انسانی غلط نیست، اما آنچه که اون روش زندگی که جای خدا رو برای ما میگیره، خدا رو اون انگشت میذاره، روی باورهای غلط ما، روی بت‌های زندگی ما، روی مشغله دل و فکر ما، همونطور که گفتم جای خدا رو میگیره و پرستش ما رو عوض میکنه. مسیح به زن سامری چی گفت؟ گفت که از این به بعد به روح و راستی پرستش خواهیم شد، نه در این کوه نه در معبد، بلکه برای اینکه چی داشت خودش رو معبد معرفی میکنه. میگفت در این معبدی که امروز روح القدس برای ما مهیا کرده، منظورم مسیح برای ما در میان ما آورده، به روح و راستی، هر چه که این پرستش حقیقی رو به هم بزنه خدا نیست. درسته، همینطوره. خیلی ممنون، مرسی خلوص جان از توضیحاتون. حمید عزیز سوالی پرسیدن، گفتن که سوال من در مورد تغییر جنسیته که در دنیای امروز جای خاص و طرفداران خاص خودش رو داره. جایگاه و جواب کلیسای امروز به این موضوع چی هست؟ اگر عضوی از کلیسا به دلیل فکر و به دلیل مسائل فکری و روانی به دگرباشی رو بیاره و خود رو در جنسیتی که خداوند اون رو آفریده به عنوان مرد یا زن نمیپذیره، ما به عنوان شاگردان مسیح چه واکنشی نسبت به این موضوع داریم؟ اتفاقا خیلی موضوع بحث برانگیز و خیلی جنجالی این زمانه. ببینید، هویت رو خدا میده و تمامی خلقت کلام خدا میگه که زیر لعنت، و این لعنت میتونه حتی تو به اصطلاح کارکرد ژن و اینها به شکل نقایص به اصطلاح ساختاری خودش رو بروز بده. من مخالف این مسئله نیست، ولی این که من دوست ندارم در بدنی که به دنیا اومدم یا این که دلم میخواد این باشم و اینها، ایشون حمیدجان اشاره کردم به مسئله فکری و روانی. آنچه که در فکر و روان میگذره، منهای قضیه پزشکی، من مسئله پزشکی رو نمیخوام چیز کنم، پزشکیه، بحثی باهاش نداریم، یک نقصه در ژن مسائلی پیش میاد. ولی این که دل بخوای، هر کسی بخواد برای خودش قیافش خوشش نمیاد یا مورد زورگوییه یا میخواد انتقام بگیره یا اصلا هیچی، فکرم بگه من در بدن غلط به دنیا اومدم، اینها رو من یه مقدار زیر سوال میبرم. و اینکه چرا انسان هویتی رو که خدا بهش داده نمیتونه قبول کنه، باز برمیگردیم به باورهای غلط، به دروغ‌هایی که ما در طول زندگی باور می‌کنیم. این دروغ‌ها میتونه شامل جنسیت ما باشه. یادتونه من در مزمور 94 گفتم که فساد رو به قانون احترام میکنن. ببینید الان دنیای زمان فساد، ببینید آخه پول و نمیدونم همه چی رو، شما همه عوامل رو باید در نظر بگیرید. برای یک کسی که به نفعشه پول بسیار زیادی میتونه بگیره، خب معلومه که این شخص میاد تبلیغ این مسئله رو میکنه، بازاریابیه. ولی اینکه در من یک فکر غلط بکاره، اون شخص مسئوله. میگه اگر هر کسی باعث لغزش هر کدوم از این کوچکان بشه، بهتره که خودشو بندازه تو دریا. اینو داره میگه. ما هویت درست بدیم، هویت درست بپذیریم. و جایگاه کلیسا رو مطرح کردی. اولا کلیسا کی هست؟ کلیسا ایمانداران مسیح هست. کلام خدا میگه همدیگر رو بپذیریم.
اگر یک کسی با یک فکر یا روان غلط میاد، آیا کلیسا باید او رو رد کنه؟ مگه نمیگه که مریضان احتیاج به طبیب دارن؟ ما مگه گذشته ما، حالا بگیم خب ما مثلا چیز نکرد، تغییر جنسیت ندادیم، ولی کدوممون گذشته درخشان داریم بهش بنازیم و بیایم فخر بفروشیم برای اون کسی که نداشته؟ میدونید میخوام چی بگم؟ اینه که جایگاه کلیسا همیشه پذیرشه، پذیرش هر کسی هستش. در کلیسا رو ما نمیتونیم ببندیم به سوی کسایی که میان. داوری از آن خدا. خب خدا اون هویت اصلی رو که به شخص داده. آمار نشون میده اغلب کسایی که حتی عمل میکنن به قول معروف تغییر جنسیت میدن، باز در جنسیت جدید اون ارضا، اون رضایت نیست. نمیگم 100%، آمار اونقدر چیز نیست، ولی اکثریت، دقیقاً درصدشو نمیدونم، یادم نیست، خونده بودم جایی، ولی اون کسایی هم که تغییر جنسیت دادن از اون هویت جدید خودشون باز اظهار نارضایتی میکنن. دل انسان تنوع طلبه، دل انسان دنبال چیزهای دیگه است. کلام خدا میگه که و خدا آدمی رو راست آفرید اما دلهای ایشان مخترعات بسیار طلبید. انسان تنوع طلبه، انسان نسبت به اون چیزی که هست ناراضیه، ولی به علیرغم نارضایتی، علیرغم هر کاری که در گذشته انجام، وقتی به کلیسا روی میاره ما موظفیم بپذیریم. عزیزان نمیتونیم در رحمت رو که خدا باز گذاشته ما برداریم ببندیم به سوی فرزند خدا. در نهایت چه عمل بکنن چه نکنن اینها فرزندان خدا هستن. درسته. اما خالص سوال اینجاست که وقتی صحبت میشه از پذیرفتن، یعنی خب پذیرفتن، بله این عزیزان مسلما مثل هر کدوم از ما، همونطور که شما گفتید هیچ کدوم از ما عاری از گناه نیستیم، هیچ کدوم از ما کامل نیستیم و هر کدوم از ما از پیش زمینه‌ای میایم که به هر حال مشکلات فراوانی هست و اگه قرار باشه که نپذیره کلیسا که خب اون فرق کنه. این پذیرفتن تا چه اندازه باشه؟ چون برفرض ممکنه جایی گفته بشه که خب اگر پذیرشی انجام میگیره ولی این شخص مثلا نمیتونه کشیش بشه یا نمیتونه در خدمت باشه چون الگوی مناسبی شاید نباشه برای این قضیه. چون خب به هر حال ما میدونیم که کسی هم که در خدمت هست یا به هر حال شبانی یک کلیسا رو ممکنه در انجام به هر حال از مراحل گوناگونی میگذره، مسلما خیلی از مسائل زندگیش رو، گذشته خودش رو تغییر میده که بتونه الگوی مناسب. هیچ کس باز هم اون کشیش و شبان هم نمیتونه آدم کاملی باشه، ولی به هر حال رو به سمتی باید زندگی بکنه که بتونه الگوی مناسبی باشه برای افراد. آیا این پذیرش تا چه اندازه میتونه وجود داشته باشه؟ نکته جالبیه سری جان، ممنون که این رو تذکر دادید، واقعا به جا گفتید. ببینید کلام خدا، من همونطور که گفتم کلیسا میپذیره این افرادو، ولی این لزوما به این معنا نیست که سیستم زندگی، شیوه زندگیشون رو قبول داره، چون که مسئله فقط کلیسا نیست، کلام خدا اون شیوه زندگی رو، مثلا ببینید ما در مورد تغییر جنسیت داریم صحبت میکنیم، اشکال نداره دیگه، کاری انجام شده نمیشه طرف رو دوباره برگردون به جنسیت اولش، خب اونم برای خودش یه سری ضایعات خاص خودش رو داره. در مورد تغییر جنسیت ما شخص رو میپذیریم، ولی هستن افرادی که تغییر جنسیت ندادن ولی علایق جنسیشون طبیعی نیست به قول معروف. نه، کلام خدا این روش زندگی رو تایید نمیکنه. این چیزی که چه در عهد عتیق چه به اصطلاح ما حتی در رساله رومیان ما میبینیم که پولس رسول اشاره میکنه به این مسئله در باب اولش. خب خیلی چیزا اون زمان بود الانم هست، روش زندگی رو قبول نمیکنه خدا به این شکل، ولی خود شخص رو به عنوان فرزند میپذیره خدا. حالا اگر اینها ایمان میان، بله شما اشاره کردید، خب اینا قوانین کلیساییه، نمیتونن وارد خدمت بشن به شکل خدمت رسمی و حالا هر فرقه چیز خودشو داره. من اصلا کاری به تشکیلات کلیسایی ندارم. مسئله اینه که نمیشه در کلیسا رو به روی افرادی که حقیقتا خودشون رو گم شده میبینن ما ببندیم. ما نمیتونیم واقعیت هم، یعنی من شخصا
نمیتونم این رو بپذیرم که یک کسی با این گذشته و یا مثلا خب حالا بگیم تغییر جنسیت داد، حالا گذشته رو اصلا کار نداریم، تغییر جنسیت داده اومده، شما چطور میتونید به این شخص بگید که نیا کلیسا؟ چه دلیلی قانع کننده داری براش که بگی این کلیسا نیاد؟ آیا واقعا میخوای بگی فرزند خدا نیست؟ هاشا، همچی چیزی نیست. اینا هم فرزندان خدا، اما روش زندگی رو شاید خود بگم تایید نکنه سیستم زندگی. اگر طرف در یک روش زندگی هست که خلاف شؤونات اخلاقی به اصطلاح کلام خدا هست، اون رو کلام خدا، نه کلام خدا فقط کلیسا نباید تایید. درست. اما نمیتونیم شخص رو پس بزنیم. همینطور. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان از توضیحاتی که دادید. اگه اجازه بدین با هم بریم یک موزیک ویدیو ببینیم، بشنویم، برمیگردیم در ادامه سوالات با شما عزیزان خواهیم بود. من نیم شاعر و در وصف خدا میگویم، من از آن منشأ الطاف و صفا میگویم، سر به سر هرچه نوشتم همه از عشق خداست، من از آن کان کرم مهر و وفا میگویم. سخنم الکن و قاصر بود از وصف حبیب، من از آن قادر بخشنده خطا میگویم، دفتر دل بگشودم که رسانم پیغام، من به هر گم شده از راه خدا میگویم. شکوه از درد چرا میبری بهر طبیب، من ز سرچشمه درمان و شفا میگویم، بس جسارت بنمودم که بخوانم نامش، من مسکین ز شهنشاه سما میگویم. که باشد احد و واحد و بی مثل و رقیب، من ز روح القدس و ابن و ابا میگویم، تو که خواهی به وصالش برسی دل خوش دار، من ز عیسی ره رفتن به سما میگویم. او که باشد احد و واحد و بی مثل و رقیب، من ز روح القدس و ابن و ابا میگویم، تو که خواهی به وصالش برسی دل خوش دار، من ز عیسی ره رفتن به سما میگویم. بله دوستان عزیز، هستیم در خدمت شما با ادامه برنامه علامت سوال و همچنان فرصت باقی است. اگر سوالی دارید، نظری دارید، صحبتی دارید، شهادتی دارید عزیزان، خوشحال میشیم از شما عزیزان بشنویم. همچنین فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو بفرستید، در آخر برنامه برای تک تک شما عزیزان در دعا خواهیم بود. خواهر لویز عزیز، دوست عزیز ما خانم ماهرخ گفتن که سلام و درود خدای زنده بر خواهر سالی و خواهر مخوف عزیز درباره سوال
سوالی که من مطرح کردم، گفتن سوالی که شما خواهر سالی که پرسیدید، وقتی همه گناه میکنن طلب بخشش و توبه نمیکنن، چطور انتظار داریم که رحمت و برکت برای ما بباره؟ درسته که صبر خدا زیاده، ولی ما هم باید کمی کوتاه بیایم و طلب توبه و بخشش کنیم. خدا همیشه همون خدا بوده و هست. خدا گفته تو یک قدم بیا، من 1000 قدم میام. شالوم خداوند با شما. خیلی ممنون، مرسی ماهرخ عزیز از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. خواهر لویز جان، اگر در رابطه با صحبت ماهرخ جان صحبت و نظری دارید میشنویم، اگر نه من میتونم برم و سراغ سوال بعد و صحبت های بعدی. البته با ایشون موافقم، کاملا درست میگن که واقعا تا فرصت هست. من همیشه میگم تا اون نفس آخر خدای فرصته برای همه انسان ها. این در رحمت همیشه بازه، در بازگشت همیشه بازه. فقط یه تصحیح اینجا دارم، اینو کلام خدا نمیگه تو یه قدم بیا من 1000 قدم میام جلو. این ضرب المثل و چیزی هستش که در بین ماها هستش، این در کلام خدا نیست. و در هر حال بله، ما وقتی که ابراز اشتیاق علاقه میکنیم که با خدا همکاری بکنیم، خدا همه چیز رو در اختیار ما گذاشته که ما خداگونه زندگی. درسته، همینطور. البته ایشون هم گفتن خدا گفته. البته همونطور که شما گفتین این یک مسئله که همیشه گفته میشه که تو یه قدم بردار. اتفاقا یه قطعه شعر هم هست راجع بهش که خیلی زیبا و جالب هست. و اصلا خیلی ممنون، مرسی ماهرخ جان از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اما تلفن داریم، آقای خسرو هستن برای خط. سلام بر شما خسرو جان. درود بر شما عزیزان. این سوالی که شده بود خواهر لوئیس به درستی پاسخ گفت. منم شهادتی از این نوع پاسخی که لوئیس داشتم. منم مواجه بودم شخصا با اینجور اشخاص، یعنی همجنسگراها. چند بار من این تایید رو گرفتم و دقیقا هدایت شدم پذیرش به معنای محبت کردن اونها. دقیقا اینو گفتیم با دل هم صحبت، یعنی پذیرفتن اونها. برای این من یه شهادتی که خودم داشتم میخواستم بگم. ببین، یه بار داشتم تلویزیون رو نگاه میکردم و یه تلویزیون غیر مسیحی بود. این نکته ممکنه خیلی فانی یا جالب به نظر بیاد، ولی این چیزی که اتفاق افتاد رو میخواستم بگم. یهو من دیدم یه خواننده‌ای داشت، 2 تا خواننده، بذار خب به صراحت بگم، کامران و هوما، داشتن یه ترانه‌ای رو میخوندن به این عنوان که این جمله من دوست دارم خیلی زیاد. البته اون چیزهای دیگه هم میگفتن، شعر باید خودش بیاد، نمیدونم فکر کردن اصلا نمیخواد اینا. این با جهانبینی من میخونه. اینو دوست دارم، این ترانه رو دیده بودم. مثلا هولوش ساعت 3 شب خداوند منو بیدار میکنه و همین جمله رو بیش از نیم ساعت به من میگه. این جمله منه، دوستت دارم خیلی زیاد. ولی اون چیزهای دیگه رو هیچ وجه نمیگفت. یعنی نمیگفت به چشماتم خیلی میاد، نمیدونم واسه تو ساختمش، اینا رو نمیگفت ابداً، ولی اون رو تماماً تکرار میکرد. من فقط بیدار بودم و دریافت کننده بودم، قدرت واکنشی از خودم نداشتم. یعنی این به معنی این نبود که خدا بخواد بگه اینو فقط برای تو ساختمش، نه فقط برای من نساختش، یا بگه به چشماتم خیلی میاد، اینم به من نمیگفت. یعنی اونجا اینطور نبود که بخواد اعمال من رو تایید کنه. اون دوست داشتنش و نیم ساعت چشمام باز بود
همش اینو میشنیدم، گفتم اون چیزای دیگه شو نمیگفت ولی فقط همینو میگفت. یه بار هم نشون داد یک کسی رو که تغییر جنسیت داده که یه جورایی همینی که الان گفت خواهر لوئیس، که پذیرفتن، یعنی این پذیرفتن به معنی تایید اعمال اون شخص نیست، ولی پذیرفتن به معنای محبته. همونطور که تو اون شعر به من اینو گفت، نگفت فقط واسه تو ساختمش یا به چشمت خیلی میاد، فقط اینو هی تکرار میکرد بیش از نیم ساعت و من بیدار بودم میشنیدم که میگفت این جمله من دوست دارم خیلی زیاد و این کلمه پذیرش واقعا با دلم صحبت میکنه. آره، پذیرفتن و محبت کردن، اما این کاملا به معنی تایید اعمال شخص مقابل نیستش. خدا شما رو برکت بده. آمین. خیلی ممنون، مرسی. همچنین شما خسرو جان، مرسی از اینکه شهادت خودتون رو با اینکه حالا واقعا شاید به نظر یک چیز همونطور که شما گفتید با یک شعر دنیوی ولی میتونه یک مکاشفه برای ما باشه. مثل خیلی از صحبت‌ها، حتی کلامی که ما میخونیم خیلی وقتها سرسری ازش ممکنه بگذاریم ولی یک کلیک بخوره و اون مکاشفه رو برای ما داشته باشه. خدا برکتتون بده که به ما برکت دادین. خواهر لوئیس جان اگر صحبتی دارید میشنویم، اگر نه من میتونم سوال بعدی رو بخونم. فقط تشکر از خسرو جان بابت مطلبی که گفتن و اینکه خودشون شخصا با این مسئله روبرو شدن و تایید کردن. خدا رو شکر. همین، فقط خواستم تشکر کنم از خسروی عزیز. بله، بسیار عالی. بله، دوست عزیزی گفتن که بیننده از اینستا گفتن که خشم خداوند رو نباید شبیه به خشم انسان دونست. صحبتشون در رابطه با خشم خداوند هست که البته من میدونم که خواهر لوئیس جان ما قبلا راجع به خشم خدا هم برنامه داشتیم و همونطوری که دوست ما گفتن متفاوت هست نوع خشم خداوند با انسان. توضیحی دارید در این مورد؟ فقط یه مقایسه کامل. بله. آیا خدا از گناه انسان خشمگین نشد و یا نمیشه؟ چیکار داره میکنه خدا؟ گفتیم خدا کماکان صبر میکنه، در رحمت رو گذاشته، ولی از اون سر قائم. به محض این که خشمگین شد چیکار که برادرش کشت. بین فرق خشم انسان و خشم خدا میبینید که ما خیلی سریع و فوری، ما الان یک معضلی هست در اجتماع که طرف سر زنشو میبره نمیدونم چیز و میگه در یک جنون آنی این کار کردم. خدا جنون آنی نمیگیره، اینطور بگم. درسته. خشم خدا خشم مقدسه، فرق داره و خشم خدا داوری خداست، اما خشم انسان لزوما داوری نیست، خالی کردن اون غیظیه که در درون هست. بله و خشم خدا همچنان در محبت هست. درسته؟ بله دقیقاً. بله، خیلی ممنون. ما فرزاد عزیز گفتن خدا از ازل تا ابد پدر پسر روح القدس هست و هیچ تغییری در آن نیست. آمین. خیلی ممنون فرزاد جان از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. همچنین ژاله عزیز هم تشکر کردن از برنامه، گفتن که خداوند به خدمتتون برکت بده و تقی عزیز هم تشکر کردن، فیض خداوند با شما هم باشه. شاهرخ عزیز هم گفتن که موضوع برنامه در رابطه با تغییری که در ذات خداوند نبوده ولی در نوع رابطه با فرزندانش تغییر داره. بله، مزد گناه موت هست ولی تغییری که خدا کرد این بود که جسم پوشید. در عهد عتیق فقط رابطه با نبیها داشت ولی در عهد جدید نوع رابطهش رو تغییر داد، خودش رو فروتن ساخت و به فیض مسیح یک رابطه شخصی با همه فرزندانش ایجاد کرد. این هم صحبت شاهرخ عزیز هست. اگر موضوعی نیست من میتونم سوال بعدی رو بخونم چون سوالات و صحبت ها زیاد هست. خواستم که تا اونجایی که بشه برسیم به صحبت ها. بله، فقط یه اشاره سریع به این مسئله بکنم. ببینید به عنوان والدین ما بر اساس شناختی که از فرزندامون داریم با هر کدوم از فرزندامون مطابق شناختی که داریم رفتار میکنیم. خدا بر اساس شناختی که از من و شما داره مطابق اون با ما رفتار میکنه.
همین رو خواستم بگم. بله همینطوره. بله، دوست عزیز ما ساناز ضمن عرض سلام گفتن که سوالی داشتم، اون هم این هست که مسیح با پدر یکی هستن مثل روح و جسم، ولی مسیح گفته من به دست راست پدر نشستم. میشه در رابطه با این موضوع توضیح بدید؟ بله، ببینید زمانی که ما قبل از صلیب رو داریم، بعد از صلیب رو. خب تثلیث همیشه تثلیث بود، همونطور که شاروخ عزیز مسئله رو، شاروخ بود یا فرزاد یکیشون گفتن که خدا پدر پسر روح القدس همونه. بله فرزاد بودن. بله، وقتی که به دست راست پدر میگه نشست، این دست راست حالت وارثه، حالت مدافع است، همه اینا در این که این تثلیث اقدس کماکان تثلیث اقدسه، ولی ما خدا رو در عیسی دیدیم. عیسی اون صورت دیدنی خداست و وقتی هم که الان بخوایم هر کدومون بعد از در حال میریم، بعد از اینکه مردیم، با مسیح مصلوب که به اصطلاح دستش سوراخه و چیزه، این رو ما میبینیم. یعنی داوطلبانه این جنبه پسر تثلیث صورت انسان گرفت و به شکل انسان شد و وقتی که میگه در دست راست اون نشست، برای من و شما دعا میکنه و شفاعت میکنه، این به این معنا نیست که مثلا الان اینا، نه، برای دیدن ما در مسیح او رو میبینیم. الان که به دست راست پدره به عنوان شافی برای من و شما هست، برای ما داره دعا میکنه، ولی پدر پسر یک هستن. خب این مسئله تثلیث رو ما هر چقدر توضیح بدیم، هر چقدر این رو بیایم بیان کنیم، تقریبا گفتیم. هنوز ما هیچ تفسیری، چیزی که بگه 100% تثلیث رو میتونه کامل بیان بکنه، نه. قسمتی رو ما تا حدی میدونیم، خیلی چیزا سره و وقتی که روبرو شدیم باهاش خیلی از این اسرار برای ما آشکار میشه. آنطوری که پولس رسول میگه الان مثل تو آینه میبینیم، مثل معما، اما اون موقع در روبرو خواهیم دید. ولی این به این معنا نیست که وقتی مسیح میگه به دست راست پدر نشست، به این معنا نیست که الان اصلا از تثلیث جداست، پس برای خودش نه. موجودیت اینها با هم، اتحاد اینها با هم همیشه بوده و هست. مسیح صورت خدای نادیده است که دیدنی شد برای ما. ما در مسیح جلال پدر رو دیدیم. ما که نمیتونیم مستقیم خدا رو ببینیم، ما جلال او رو میبینیم. ولی وقتی در دست راسته به عنوان شافی برای من و شما، مدافع برای من و شما هستش، که این یک اصطلاحی هست که به اصطلاح میگم به دست راست پدر نشسته، در واقع به حالت مدافع. معمولا وارث طرف راست نشست و پادشاهان اون به اصطلاح گارد، اون محافظی که در سر دسته کامل محافظین پادشاه بودن، اون شخص در طرف راست ما میستاد. این یک نمونه ای رو در واقع داره برای ما عنوان میکنه، یک مدافعی که برای من و شما به حضور پدر دعا میکنه. چقدر ما به دعاهاش احتیاج داریم. حقیقتش خوشحال باشیم به دست راست پدر به عنوان شافی برای ما شفاعت کننده. دقیقاً همینطوره. بله. خیلی آمین واقعا. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. سهیلای عزیز هم ضمن عرض سلام و تشکر گفتن که خداوند همان خداوند هست، از ازل بوده و تا ابد هست و انسان هم همان هست و خداوند به همه ما محبت داره و وجود ما رشد و محبت هست و خداوند تعریفش کامل هست و کسی که خداوند را میجوید در خواب و رویا و در زندگی میبیندش. و مثلا خانواده از اول جهان آفرینش خانواده بوده، الان هم تعریف خانواده مشخص هست در همه ادیان و ملیت ها. خداوند را باید با تمامیت جسم و جان و روح بپرستیم. جلال بر خداوند باد. آمین. 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 خیلی ممنون، مرسی سهیلا جان، مرسی از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. ساناز عزیز یک سوال دیگه هم پرسیدن خواهر لویز جان، گفتن که
سوال دیگه‌ای که براشون پیش اومده اینه که در انجیل نوشته شده یعقوب یوسف همسر مریم را آورد که عیسی ملقب به مسیح از او زاده شده. خب عیسی پدر زمینی نداره و مادرش هم مریم بوده. چرا عیسی از نسل مادرش محسوب نمی شود؟ چون یوسف کسی بوده که فقط از او نگهداری کرده. بله. خب از نظر قانونی این مسئله رو ما فراموش نکنیم که این رو یعقوب در انجیل متی هستش. متی به یهودیان داره می‌نویسه و اینجا اولا هم یوسف هم مریم از لاویان بودن و اینها به اصطلاح از نظر سابقه مطرح بودن، از نظر قوم، اصل و نسب قومی و از نظر قانونی بچه به پدر خونده میشه. درسته که یوسف پدر جسمانی عیسی نبوده ولی پدر قانونی او بوده. از نظر قانون یوسف در واقع اینطور بهتون میگم خدا به یوسف اعتماد کرد، بچه‌شو داد یوسف قانونا از او نگهداری بکنه تا سنین بلوغ به اصطلاح به چیز از به سن قانونی برسه. کما این که وقتی که در نسبنامه اسم یوسف رو میاره میگه یوسف ابن حالی. بعضی از تفاسیر این رو میگه حالی پدر مریم بود. در قوم یهود ما داریم در کتاب در تورات که به اسم یعنی پدرزن در واقع داماد به اسم پدرزن نامیده میشد. این قانونی بود، چیز نداشت، یعنی عرف اون زمان بود و یوسف از طریق مریم در واقع به اون چیز داوود رو که داره اشاره میکنه به نسبنامه که از نسل داوود هستش و اسم میبره یوسف ابن حالی میگه. حالی پدر مریم بود. پس بنابراین از نظر قانونی و عرفی غلط نیست که یوسف رو ما پدر به اصطلاح زمینی حساب بکنیم برای عیسی. بله، خیلی ممنون. مرسی خاله جان از توضیحاتی که دادید. سونیای عزیز هم سلام کردن و گفتن برکت خدا به همه شما عزیزان. آمین. خیلی ممنون سونیا جان، مرسی از اینکه بیننده برنامه هستید. و سوال دیگه ای که مطرح شده آقای نادر پرسیدن، گفتن که من ایماندار هستم، آیا گفتن که من مسلمان هستم، آیا میتوانم با یک مسیحی ازدواج کنم؟ میشه نه. ولی کیه که بخواد برای دو نفر تصمیم بگیره؟ این به خودشون بستگی داره. با کسی که به اصطلاح ایماندار هست، با یه شخص ایماندار ترجیحاً میخواد با یک ایماندار ازدواج بکنه. حالا برفرض شما هم بخواید با ایشون، میگید مسلمونید، میخواید با یک مسیحی ازدواج کنید، آیا اون مسیحی میخواد با شما ازدواج بکنه؟ کلام خدا صریحاً میگه که ایماندار با ایماندار. حالا میخواد از هر زمینه، ولی زمینه مشترک یکی از به اصطلاح شرایطش برای اینکه خیلی کمک میکنه در تفاهم و توافق بین. همینطور، درسته. خیلی ممنون. مرسی خاله جان، مرسی واقعا از اینکه توضیحاتی دادید در رابطه با سوالاتی که مطرح شد و ممنون و تشکر از شما عزیزان. اما وقت دعا هست طبق قول و وعده‌ای که به شما عزیزان دادیم. با هم بریم دعای ربانی رو بشنویم، برمیگردیم و متحداً برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شریر رهایمان ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست.
آمین. دوستان عزیز، دعوت میکنم از شما که با ما متحد باشید و برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا باشیم. خلویز جان، من اسامی رو میخونم و خواهش میکنم از شما که برای عزیزان در دعا باشید. بیژن عزیز خواستن برای دیابتشون دعا بشه و همچنین برای نوه 9 سالشون که مشکل روده بزرگ دارن و گفتن که برای اینشون در دعا باشیم. همچنین ارمیای عزیز خواستن برای ترک سیگار براشون دعا کنیم. فرح عزیز خواستن برای پدر دوستشون که دیالیز میشن و پدر شوهرشون که کرونا گرفتن و متاسفانه زخم بستر گرفتن و همچنین برای نوهشون پانتا که ایمانش قوی تر بشه خواستن دعا کنیم. سهیلای عزیز خواستن برای خدمتشون در دعا باشیم. دوست عزیز ما آقای کاوه خواستن برای شفای اعصاب و روانشون و شفای جسمشون در دعا باشیم و همچنین دعا برای مردم عزیز افغانستان و شرایط افغانستان و همچنین شرایط کرونا در ایران. برای آرامش و برکت و رشد روحانی و مالی ساناز خواستن دعا بشه. صنم عزیز برای پسرشون خواستن دعا کنیم که اول خداوند رو به قلبشون دعوت کنن و از اعتیاد رها بشن و خادم و خدمتکار خداوند باشن. نازنین عزیز برای رهایی برادرشون سامان و داریوش از دام اعتیاد و همچنین برای شغل و آرامش خانوادهشون و رابطهشون و ازدواجشون خواستن دعا بشه. و در آخر هم زهرای عزیز خواستن برای ملکوت و حضور هر لحظه خداوند در زندگیشون و مهیا شدن مکانی با محبت مسیح زنده برای خودشون و نامزدشون عباس تا زندگی مشترکشون رو برای جلال خداوند آغاز کنن. آمین. اگر برای این عزیزان در 2 دقیقه در دعا باشین خیلی خیلی ممنون میشم. دعای ضربتی باید بکنیم تو 2 دقیقه برای تمام این چیزا، ولی آنچه که مشترک اینجا میبینم اغلب برای شفا هستش و همینطور مسئله کرونا و اینا. در حال بریم به حضور خداوند و این مسئله رو ببریم به حضور خدا. ای خداوند، در سوالات بی جواب ما تو جوابی. ای خدای زنده، خداوند حقیقتا در این وضعیت چیزی رو که یادداشت کردیم اینجا برای درخواست دعا، جواب تو هستی. ای خدا، به نام عیسی مسیح زنده، آنچه را که بر صلیب ندا کرد، گفتی سلامتی خود را به شما میدم نه آنچه که دنیا میده. سلامتی تو را برای تک تک این عزیزانی که اسم برده شد و برای مسائل و مشکلاتشون ای خداوند دعا میکنم. دعا میکنم سلامتی تو هم اختشاش درون، روح و روان و مخصوصا اسارت از اعتیاد رو از بین ببره و همینطور سلامت تو بر افکار، بر دل و بر جسم و جانشون به عنوان تندرستی کامل بیاد. سلامتی تو بر ایران، بر کرونا، بر وضعیت کرونا بیاد. سلامتی تو بر افغانستان بیاد. چه مسئله کرونا در اونجا، بلکه ای خداوند این اختشاشات سیاسی که ایجاد شده، خداوند شالوم تو را امروز اعلام میکنیم برای افغانستان، برای عزیزان، برای برادران و خواهران افغانی ما. حقیقتا شالوم تو رو، سلامتی خدا رو که بر صلیب ندا کرد، این سلامتی رو ندا میکنیم برای افغانیان عزیز ما. ای خدا، حقیقتا سلامتی تو بر افغانستان برقرار بشه. همینطور ای خداوند سلامتی تو بر دلهای ما جا بگیره، ساکن بشه، بمونه، ما رو قدم به قدم هدایت کنه و برای مشکلات مالی، برای مشکلات جسمانی، برای وضعیت روابطی این عزیزان دعا میکنم. خداوند تمامی این لیست رو میبرم زیر پوشش صلیب تو ای خداوند. به نام عیسی مسیح سایه تو بر این درخواست دعا، بر این لیست دعا بیفته و حقیقتا دونه دونه این درخواست‌ها در تو ای عیسی ملاقات بشه و این عزیزان رو تو ملاقات بکنی در سوال‌هایی که در درون دارن. ای خدا، تو رو شکر میکنم و به نام پسر یگانه تو این دعا رو در حضور تو مرتب میکنم. آمین. 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 خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز جان، واقعا از حضورتون در برنامه. خدا برکتتون بده و به امید خدا در برنامه‌های آینده باز هم در خدمت شما عزیزان، در خدمت شما خواهیم بود خواهر لویز جان.
و ممنون و تشکر از یکایی که شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. درخواست‌های دعای الی و همچنین سونیای عزیز رو هم گرفتیم، حتما برای شما ایضا هم در دعا خواهیم بود. تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین شنبه ساعت 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. هفته آینده هم با شما خواهیم بود با جنگ‌های صلیبی همراه با کشیش دکتر کیوان عزیز. با ما باشید. خدا نگهدارتون باشه عزیزان.